قانونگذار یه سامانه رو معرفی کرده برای املاکی که فاقد سند رسمی هستند به نام سامانه الکترونیکی ثبت املاک غیرمنقول. چنانچه شما زمین یا خونی رو خریدین که با قولنامه یا مباینامه عادی بوده، حتما وارد این سامانه بشین و اون قولنامه یا مباینامه عادی رو بارگذاری کنین تا منجر بشه به صدور سند تکبر. اهمیت این موضوع به این خاطره که اگر کسی دیگه هم وارد این سامانه بشه و یا قولنامه تنظیم کنه و اونو بارگذاری کنه و همه مراحل رو انجام بده، برای زمین شما سند تکبر خواهد گرفت و یک کلاهبرداریه که شما رو درگیر دادگاه و قوه قضاییه خواهد کرد. اگر چنانچه مایلین نکات اینچنینی رو خدمتتون توضیح بدم و آگاه بشین، حتما سابسکرایب بفرمایید.